من همچون پرزیدنت سوگند یاد میکنم که کنستیتوسیا و قانونهای جمهوری را حمایت می‌نمایم. تأمین حقوق و آزادی ها و شرف شهروندان را کفالت می‌دهم. سرزمین، استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ می‌کنم. به خلق صادقانه خدمت می‌نمایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتا خوب و بهانتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش، از آن جمله برای بهترین، بالاترین و خوبترین نعمت رب العالمین، نعمت ایمان و قرآن است. الله ذوالجلال شکرانه خاص میگم و انشالله امید دارم که با فضل کرم خودش رب العالمین از دنیا به ایمان و به قرآن رفتن نصیبان میگردانده باشد. در این نوار میخوام درباره تجاوز صحبت کنم، درباره شکنجه صحبت کنم، اما نه تجاوز یهود به فلسطین یا که یهودای اسرائیل، بلکه یهودای تاجیکستان که بالای مردم هم شکنجه میکنن، هم تجاوز روا میبینن و به جزا میمونن. یک حادثه ناخوش، یک سر صدای نه اونقدر زیاد میرن ندیدم و نام تجاوز کارمندان میلیسا در ولایت سوق در شهر استرابشان دهه لکت و فکرم 31 می صدا داد. در دیگر کشورها میبود، اول همین مثال بیارم، چند باری گپ گفتیم، در چنین حالتا که صدا یک زن میبراید، فریاد یک زن میبراید، اونم با نابالغ، خیلی فرق نداره، کلان هم باشه یا که خوردم باشه، فریاد میکنه، داد میزنه، صدا میکنه، دعوت میکنه، باید تمام کشور به پا بخیزد، تمامی مردم به پا بخیزد. در دیگر کشورها ما را میبینیم، اما در تاجیکستان ندیدیم و نمیبینیم. یک تعدادی خورد یا که انگوش شمار میخوان یک کمی کمک کنن یا که سهم خودشان بگذارن، اونا را هم گفتی همون مطل ممکن تورزنه تورکششون میکنن، زندانشون میکنن. تجاوز در قریب همه کشورهای رو دنیا هسته، چی به نابالغ چی به بالغ، اما جزاش هم هست. شاید کشورهای بی‌صاحب هم باشه که جزا نگیرن، یعنی تجاوز میکردگی، تجاوزکار، زیناکار، اما ما بر دیگر کشورها کار نداریم، جزا میتن نمیتن، اجازه چون میتن، یعنی حقی مبارزه علیه او کشورها را نداریم که مبارزه برای اینکه اونها را حتما تجاوزگرا جوابگری ده بکشونیم. اگر جوابگری ده بکشونشون خوبه، هر کشوری ده زیناکار یا تجاوزگر میخواه عملی بد انجام بده، این نگاه ما باید که به جوابگری کشیده بشوند. از آن جمله در همسایه کشور ما و شما قرقیزستان، کارمندان میلیسا با دختری 13 ساله اگر خطا نکنم همه خیلی بدرفتاری کردن، تجاوز کردن، زندانشون کردن، اما کم 3 سال تا 7 سال 3 نفر دادن و سببشون گفتن که اینا این میلیسا های تجاوزگار فرزندای خور دارن، یعنی که حکمی سبکشون دادن، حکمی سبکشون دادن. در ازبکستان هم شیر اونا را هم حبس کردن، نمیدونم سالش راستی چند قدر بود، به خاطر دختری 16 ساله اگر خطا نکنم. همین سالی گذشته بودن هر دی حالتهای ناخوش. من برای همون مثال آوردم که در تاجیکستان هم 31 می چنین یک حادثه ناخوش بود.
3 ملیسه در این دست داشت. یک دختری 15 ساله را نامش چی بود اینجا هست؟ رحمت و انورا. سر صدا میکنه، فریاد میکنه در یک بیابان، در یک دشت. همون جماعت یا که ساکنانی همون جماعت میدوان میان میخوان دختر نجات بتن. این ویدیوش شما دیدین؟ برعکس رژیم چیکار میکنه؟ خیلی سر صدا میشه. ملیسا را شاید یکون تر زدن خوبم کردن، زیرا حادثه ننگینه مسئله ناموسه از نگاه ما باید هر سی همون ملیسا را در همون جاشون جزاشون میدن. جزاشون اگر واقعا دختر را تجاوز کرده بودن جاش تا میکشتن هر سی ملیسا را. باید همی کار میکردن. این مسئله ناموسه. ما در چندین کشور دیدیم که در وقتی همسرش یا دخترش میبینه با کسی در سر ناموس یا همسرش میکشه یا دخترش میکشه یا همون نفری که با این رابطه داره. در تاجیکستان هم شید که چندین بار شنیدیم همسر سابقش کشت، معشوقه سابقش کشت. برای چی؟ مسئله ناموسه. میبینش برهه شید، میبینش با کسی دیگر، نهنگ ناموسش نمیبرداره. خلاصه این 3 ملیسه را او زده من هیچی نمیگم، او زدن هیچ معنی هم نداشت. اما با جای 3 ملیسه زندان میشید، به حبس کشیده میشید. 30 نفر را دستگیر میکنن، 9 نفرش جزای سخت میتن، دیگرش با جرم میده آبوشی جریمه میکنن، آزاد میکنن. 3 سال، 2 سال، 1.5 سال، 6 ماه و ازش شرطاً آزاد میکنن. برای چی؟ برای که از یک دختر، اونم نابالغ، اونها دفاع کردن. اونها از ظلم، از تجاوز، از حمله بیرحمانه 3 گشنه، 3 نادیده، 3 اوباش راهزنی به نام کارمندان ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت آزاد شدن. از دست اونها آزادش کردن. و در این جمع یک ممراز بوده است، المسبای المسنای قادیروا. یک قنچق، من نمیدونم یاش باشه یا پیر باشه، یک ممراز تیار بوده است. یک قنچق، یک فاحشه، یک نمیدونم با چیش میگن. ایده گپی سختر با بگم که شاید آوازم براوه یا شاید که کارمندای وکیده میبینن کمتر نسترینونشون میگریزه، خفه میشن که این همکارشون هم من گپی سخت گفتم. خلاصه چیش بگم؟ خب همین المسای قادی رو وی قنچق، جلب، فایشه، مچخر دختر افرید میکنه. سبب همین میشه که با دامی زیناکارا میبرش یا که با دستی زیناکارا میتش. من اینجا عریضهش خوندم، میخوام از عریضه همین دختر، این هم یک فریاد است، این هم یک هشدار است، یک نامه است، یک پیغام است. میخوام همون بخونم. اساسی پیغام فکر میکنم زیادتر به حکومت ربط داره، یعنی که نوار یا اینکه همین صوتی مرا، صدای مرا اونا حتما میشنون، میبینن، با دست ادب زانوی ادب ششته تماشا میکنن. این عریضه را باید بخونن. اگرچه عریضه به امو رمضان جیکی رفتگی از همین نامی دختر رحمت و اناره شاید نخوندش، قبولش نکرد، اما ما را میخونیم و خواهش میکنم اگر که بتونین نفرای اینا زنده کنین دوباره همین نامه را، همین عریضه را، پیغامه که نفرای زندان شدن آزاد شوند و او 3 ملیسه به حبس و به جزای سنگین گرفتار شوند، یعنی که به حبس بکشنشون، جزای سنگین شون بتن، محکم شون کنند. خب با وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان محترم رحیمزاده رمضان همراه
از نام استقامت کننده دهه لکه جماعت دهات زرحلال شهر استراوشن ولایت سوق رحمت و انوره نعیم آنه سنه تولد 3 سپتامبر 2007 خواننده صنف 9 ملت ازبک. این همی از ملت همی رمضان جکی بوده است. من حیران که چرا به این نامه جوابی نداد، پاسخ نداد از ملت خود بوده است رمضان جکی. اما شهروند تاجیکستان است. ما باید همه کسا یک جا بشیم، ما همه کسا صدا بلند کنیم که جوانها یا که مرد کلانسال هم بوده است در این قضیه از مسئله ناموس، از ننگ ناموس ما که یک زن اونم با نابالغ است، ناموس همه ما و شما است. شما تصور کنید که اگر همین را از دیگر ملت ها میکردن، نوار میکردن، ما چند قدر گرینو زیاد میشید. اوه دنیا را با گپشون کو میسوزوندن، دنیا را با سخنشون میسوزوندن. اما در کشور خودمان اونم باز میگم که از یهودی های ما و شما تجاوز کردن، جوابگر نیستن. برعکس نفرایی که دفاع کردن از ناموس، از ننگ ما و شما، اونا به جوابگری کشیده شدن و باید آزاد شوند. باید اون جوان ها و همچنین بازم میگم کلانسال هم بوده است آزاد شوند و این 3 ملسه باید به جوابگری کشیده بشود. باید. و شما هموطنان باید این ملسه رو میشناسین. همون ناحیتون از همون منطقه همون دهتون صورتاشون پرتین و قنچق و جلبی که اون مسا قادر و اونا حرامزاده و فاحشه جلب فاحشه زنم صورت پرتین اون زنه که قنچق باید که آخر شما نمیتونین اون را زده. یک زنه یک شو درفتی دبلوش یک 5 لیتر بنزین بریز علاوش بزا برو با اونا بگو که ما همینجا رفته استادم با پیشم گذشت مرا گپای بد گفت این بین خودمون بود. نگو که ما برای او کاری پیشینه ای را جزا میتیم. جزا پر با ماشین بزنش بگو سطرسه نماز داشتم یا یکی هشم در خودم نبود کم تر ناس برده بودم زدمش بر رفت نفهمیدم. بگو تمام این کارای است که باید اینا را جزا بدی. این خیلی نمیشه به جزا اینا تجاوز یاد میکنن. خب من عریضه رو بخونم دوام شد. عریضه با برابر نوشتن عریضه خود از شما صمیمانه خواهش نموده معلوم می نمایم که من رحمت و انوره خواننده صنف 9 رقم 8 دهه لکت شهر استراوشن می باشم. مکتب یعنی پدرم رحمت و نعیم سال 2013 از سبب بیماری وفات کرده. حالا 5 نفر فرزندان با مادرم در تربیه دادر پدرم جمال الدین رحمت می باشیم تا سن 31 تا سنه 31 می سال 2023 حیات اویلوی ما تنج و آرام بود. اما یک حادثه ناخوش نسبت من صادر شد که اهل اویلمان و یک چند ساکنان دهه اذیت کشیده در نزد اداره شبکه جت شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن سرسان ماندیم. سنه 31 می 2 ساعت تحصیل کرده از راهبر صنفم جواب گرفته و خانه روان شدم. در نزد مغازه مرا ساکن دهه قادر و المسای قنچقانه داشته به من گفت که از یک کارخانه جای کار یافته است و دوام تعطیل در آنجا کار کردن ممکن بوده است. من از او خواهش کردم اهل عائله‌ام را آگاه کرده لباس را عوض نمایم. المسای با هم قنچق به امبولاتوری دهه رفت. من از خانه پول گرفته به ایستگاه دهه اومدم. یک ماشین اومده ما را به شهر نزد مغازه کوثر فرآورد. از آنجا به نزد شعبه شناسنامه‌دهی برده به این اداره شناسم را یک بینم گفته در آمده رفت. اما خنچق بعد از تخمینا 10 دقیقه برآمد و به کارخانه کار پرسیدن رفتیم. اما نیمی راه ایستاده
باز گفت که او با شناس خود یک بچه با خدمت میرفتنی پریزیونیک یافتنی همون در کار. تو یگان کس رو میدانی؟ میگفته. پرسید. من نمیدونم گفته. قادی رو و قنچقونه از دست من 10 سومونی پولم رو گرفته با بانکومت به تلفن خود گذراند. بعد از شعبه شناسنامه‌دهی 3 نفر میلیسه ها با فرم برآمده با 2 ماشین سوار شدند. با 2 ماشینه ها سوار شدند. المسموع قنچقова مرا مجبور کرده به یکی از ماشین ها شیناند. آنها به بهانه بچه 30 سال خدمت رسیده را میخپیم گفته با المسنای جلبانه گپزنان کردند و من از سبب راهگیرا نداشتنم به ماشین آنها سوار شدم. وقتی که به دهه لکت ماشین در آمد من از شوفیر خواهش کردم که مرا از ماشین فرارند، اما اون نداشت. من به کار میروم گفتم، اما شوفیر به من 100 سومونی پول برای کار و تعام نصف روزی مبلغ داد. پول را المسموع قنچقова از دست من گرفته بعد از خپیدن بچه وعده شده این پول را میدهیم گفت. 2 میلیسه به زمین های کشت و کار دهه لکت در آمده رفتند. 1 میلیسه با المسموع قنچقова تگی تود رفت. دیدن اینجا رولر همین قنچق همین مچخر بازی داره. من درون ماشین قلف کرده موندم. از آنها طلب کردم مرا اجازه دهند به خانه روم، اما آنها به من به یک کیمه فرامدگی آدم را جانش یک تا یگان جا نمی روی گفتند. همین میلیسه به نزد من نشسته رویم را سیله کرد، میانم را قپید و گفت اگر کارمون حل شود تو را به کوه میبرم، تلفن آیفون گرفته میدهم. مجبورن باز به ماشین شینانده در آینه های آن را روست کرد و از ماشین فرآمد. آینه آن سیاه بود. همان وقت آواز و گریه مرا شنیده آدمان کار کرده ایستاده به ماشین نزدیک شدند. التماس کردند که مرا آزاد نمایند، اما این میلیسه آنها را حقارت کرده پیش کرد. آنها دیرکتوری مکتب امکم رحمت و جمالدین را این حادثه را آگاه کردند. دیرکتور اورنبای ابراهیم امکم رحمت و جمالدین با خوبی از این میلیسه یک مرتبه این دختر را بینیم که او در حقیقت انوره باشد می گفتند، اما او با جای خوب رفتار کردن امکم را با گپ‌های شرمگین حقارت کرد. 3 میلیسه یک تا شده کرته های امکم را درانده پرتافت، لط و کوب کرده زد. امکم از این حالت طاقت نکرده و به آر و ناموس مرا گفته ماشین را زد. من یک علاج کرده در را کشادم و مرا از آن امکم خلاص کرده گرفتند. المسموع قنچق و مچخر تا آن دم دست و پای مرا سخت قپیده در را کشاده راه نداد. نموندهش ببروی ماشین. 3 نفر میلیسه ها با کوشش کردند که مرا به ماشین میلیسه شینانند. این حالت را دیده ایستاده آدمان به طرف نشده برای آزاد کردن امکم از آنها به کمک رسیده آمدند. حادثه را شنویده قریب 30 میلیسه رسیده آمدند. مرا به میلیسه خانه برده از من بیانات گرفته اجازت دادند، اما از ترس چی گفتن نمیدانم. به نزد من هیچ کس را در وقت پرسش آدم نماندند. نفهمیدم جشت چی معنی داشت گپش. به نزد من هیچ کس را در وقت پرسش آدم نماندند، اما حالا یک چند آدمان برای خلاص کردن من صغیره در حبسخانه ایستادند. امکم سلامتیش وزنین در ترمخانه می باشند. 6 نفر فرزندانشان، ما 5 نفر صغیره هم نیز به آن کس محتاجیم. امکم در زیر تهمت ماند.
دیگران نیز برای آر و ناموس من و به مسئولیتی این 3 ملیسه که با گپ المسموع قانچق و در آمده برای قپیدن بچه ها اومده نسبت من تهدید و حقوق های مرا زیر پا کردن اذیت کشیده ایستادند. از این لحاظ از شما خواهش میکنیم رمضان جکی که این حادثه ناگوار را شخصا از دیگر و شخصان عدالت پرور دیده برآمده با این 3 نفر کارمندان ملیسه چاره‌های عملی اندیشید. حالا من در حالت ناگوار ماندم، در دیگر راه رفتن نمیتوانم. بگذار آن آدمی که مرا از آنها خلاص کردند به آزادی برآیند. در وقت کار به بهانه آبله و با دیگر کارها مشغول شدن این 3 نفر کارمندان ملیسه چاره‌های خود را گیرند. با احترام عریضه دهنده رحمت و انوره. خب این عیبت هموطنان، دوستان عزیز، واقعا یک نامه دردآور است که وقتی یک زن، بازم میگم که نابالغ یا دختر مراجعت میکنه، اصلا بس زب نفر مراجعت کرده است، باید به مردم تاجیکستان مراجعت میکردین. اگرچه برای آدمی به عقل مهم نیست که مراجعت کنن، اما از نگاه ما که مردم تاجیکستان باید که از این به بعد به مردم تاجیکستان خودشون مراجعت کنن که ای مردم بیاین شما به داد ما برسین. شما چه خیلی فهمیدین؟ شغالا را با گرگ شناس کردسته عریضه همین معنی را داره، یا که برای دستگیر شغالا از گرگ مدد یا کمک طلب کردسته. اون ملیسه ها آخر شغاله همین زیر دستی همینن. این خودش یک گرگی باراندیده. بازم میگم که یک ازبک تباره نخواه که اقلا به خاطر حمیلت خودت کاری نکنی، این 3 ملیسه را به جوابگاری کشیده نتونی. در جای او گپی تو، او وعده ایت در پشتی داری وکیده نوشتگی که ریاست وزارت کارهای داخلی که اگر جنایتکار به جزا مانه بازم جنایت میکنه. این 3 ملیسه اینا به جزا موندن، با شاهد میشیم که با دیگر کاردا دست میزنن، زیرا میدونن که ما اینا زینوکاری میکنیم، ما اوباشی میکنیم، راهزنی میکنیم، ما را هیچ نمیگه، با میکنن. برای همین مردم تاجیکستان هم باید شما به طرف نباشین در اینجا. اونا در نوار اولی نوار دا دیدین که سوگند ما گفتم، من در نوار پیشینه فراموش کردم، باید در هر یک نواری که گفتیم به تاجیکستان ربط داشته باشه باید سوگند رحمان باشه. این همینجا سوگند به تمامی مقدسات تاجیکستان از اون جمله برای مردم صادقانه خدمت میکنم. گفت این 3 ملیسه را چرا به زندان نکشید، برعکس مظلوما را، بیچاره ها یا که ساکنای آسایشته را زندان کردن. باید آزادشون کنند. 2019 ماهای اوگوست، 9 اوگوست 2019 یک مرد پدافیل در حصار هم یک دختر 13 ساله را تجاوز کرده بود. یاد دارین؟ 2020 او را در درون دادگاه 5 سال حکم شب را آوردن که 5 سال نگاه کنید تجاوز کرده، حامله‌دار شده دختر، 5 سال حکم جنایت شد دادن، در همون دادگاه با آزادش کردن. چه خیلی فهمیدین؟ در همون دادگاه سر سود ده 5 سال دادن، با در اونجا عفوش کردن. گفتن که ماه اکتبر 2019 قانون عفو پرزیدنت تطبیق شد، این در همون عفو داخل شد. چه فهمیدین؟ یک زیناکار، یک تجاوزگر، اونم با نابالغ آزاد کردن، یعنی به گناه، به هیچی آزادش کردن. یک مصیبت کلان بود، یک مصیبت کلان است که در این ایجا رمضان رحیم زاده خچم در ماه اوگوست
همین سال روان گفته بود که 14 آگوست بود در نشست خبرش که ساکنان دهه لکتی جماعت همون استراوشن کدون جماعت زلجلال زلحلال بود است مانعگی ایجاد کردن بر ضد عملیات کارمندان میلیسا. نگاه کنین اینا گویا که یک عملیات مهم میگذروندن بدیل خودشون، یعنی گویا وکیده کمی را برای ما نشان میده که ساکنان دهه زلحلال یا که همون لکت همون استراوشن به هیچ اومدن اینا را زدن مانعگی ایجاد کردن که شما در اینجا عملیات نگذرونید. وکیده یا که رمضان اینجا که امیره گفت این اشتباه هست، این خیلی نبود. هیچ وقت ما باور کردن نمیتونم که ملیسا ها را بیان به هیچی بزنن. اینجا جنایت کردن. بازم میگم در درین ماشین دختر چی میگفت؟ در درین ماشین دختر در عملیاتون برای چی میبرین؟ اونم نابالغ. شما حق ندارین. حتی همون آدم روایی سرباز شکار در شما حق ندارین. شما کارمندی ریاست کارهای داخلی در ولایت سوختین، شما کارمند کمیسریت حربی نیستین. شما حق ندارین و گفتیم که اینا باید که نامه دعوتنامه را کنن برای سرباز رفتن یا که به خدمت رفتن. رئیس شهر استراوشن هم ادهم میمونزاده هم گفته بود که در اوج عملیات مهمی سرباز شکار میرفت، اما این مردم یا که این ساکنان دهه مانعگی ایجاد کردن. بعد از او اخیران صحبت یا که اخیران قرار دادگاه ولایت سوخت فرقت احمق زاده گفت که تمام پرونده های جنایتی بسته شد، نفرها جزاشون گرفتن. سوالش کردن که اخوی اینجا دختر در ماشین بود، دختر چی میگفت؟ اینجا مسئله ناموس بود، آر بود، ننگ بود. گفته که نگاه کنید شرح یک شیطانه که بعدی خیلی شرح میده که میگه اوجا دختر با همون بچه میگشته است، رابطه عشقی داشته است، با طریق همین دختر تلفنی صحبت میکرده است، با طریق همین دختر با واسطه همین دختر با دور دستگیر میکردن. در حالی که دختر میگه من اون بچه همسایه مونه با او عشقی رابطه محرمانه نداشتم. او نامش حتی میگه خورشید نام داشته است، او فرزند تا داره، عائله داره. میگه ما با او هیچ رابطه‌ای نداشتیم. تهمت ببینید دختر مجبور میکنن که عریضه بنویس، اما که خطا گناهگار که مردم گناهگار که دروغ بگو مردم ده تا اونو را دستگیر کنه. خلاصه تجاوز، دست درازی به نفس نابالغا و زنها در تاجیکستان روز از روز زیاد شده است. حتی ببینید در سال چندین خبر همین مورد تجاوز، زینایی که به جزا موندن در همین تاجیکستان شنویده. در این همین سال روان گفتیم در دیگر کشورها اقلا جزا میتن. برای چی جزا میتن؟ برای که مردم آواز میبراید، مردم سر صدا میکنه. وقتی که ما سر صدا نمیکنیم او میگن که به طرف وقتی خونه خودم در درد نیست، مصیبت نیست، مشکلات نیست، یگان خبری بد در خونم نیست، پروای همسایه یا که دیگر منطقه ندارم. برای این همی ظالما این یهود صفتا دارن زنا میکنن، تجاوز میکنن، قتل میکنن، حقارت میکنن، تحقیر میکنن. ما شما تماشا میکنیم و همیتا سراخمه گردیم یا غلام همینا میشینیم. تکرارن میگم که باید آزاد شون. اینا از ناموس دفاع کردن، اینا واقعا مردانگی نشان دادن. همه مردم تاجیکستان باید با پا میخیست و همه مردم باید طلب آزادی اینا را بکنه. مردم شما گناهگارین. چند جوان 9 تاش گفتیم با جوابگاری کشیده شد و دیگراش جریمه شدن، آزاد شدن. وقتی میخیزن در یک دهه دوردست از ناموس دفاع میکنن،
این معنی او را نداره که تنها اون به همون دهه ربط داره و تمام منطقه های تاجیکستان ربط داره. امروز در اونجا کردن، فردا در ختلان، روز دیگهش در بدخشان میکنن که چنین کارم کردن. در همه جا بازم میگم که هر یک منطقه را بکویم یا تجاوز یا زنا هست از جانب این رژیم. حتی اینمی منصبدارا نمیکنن. بسیارش من با باوری کامل میگم بسیاری از دخترها حمله تجاوز قرار گرفتگن، اما از ترس آواز نمیبرن، خاموشن، خاموش، چیزی گفتن نمیتونن، میترسن، حتی به خانواده خودشون نمیگن. بعضیاش حتی آواز برآوردن میرن پولشون میتن، مای پولا بگیر آواز تنه برار که زندان یا میکشیمت. در این هم در این تاجیکستان سری رای تجاوز گرفته باید بشوه. فرزند کلان میکنی، به 18 میگوی برسونمش، میخوایی به آبرو به خونه بخته که داماده روانش بکنم، میخیزه یک نفر یا 2 نفر یا که اونم با گروپوای گروهی اونا تجاوز میکنن، به آبروش خلل وارد میکنن، دست درازی به آبرو به ناموس. این جنایت بسیار نابخشیدنیه. هیچ وقت شما را نبخشین، هیچ وقت هیچ کسا نبخشین. هر نفری که یعنی با تجاوز با ناموس نزدیک می شود هیچ وقت شما نبخشینش. و برعکس من یک پیشنهاد چند بار کردم، بازم جای همون آمده است که در آخر صحبت ما میره بکنم. شما مردم تاجیکستان نمیتونین که همه کسا با پا بخیزین، همه کسا بخیزین این رژیم حمله بکنین. ایرا نمیتونین، میترسین، یعنی میترسین نمیتونین. اما کاری که چند بار گفته میتونین، همیرا چی با نمیکنین؟ همیرا چی با نمیکنین که شما تحریم بایکوت علیه این همی ظالما اعلان کنین. شما با این ظالما سخن پال قطع کنین، بالکل با اینا صحبت نکنین. در معرکه هاتون اینا را تماما ره ندین. شما اینا را هم میشناسین، بسیار نمیدونیم. میگوین هم پد هم صغیر احمقای، هم خملیسای بدبختای، یک با همی شیطان واری میره دسته قطعش سلام میکنی و با یک پیوله چوی در یک جا میشینی قطعش میخری. در معرکاتون رهش را ندین، صحبت تماما نکنین با اینا. ردی معرکه میگن که این بدترین عذاب های، بدترین جزا های. این همی کار شما کم میتونین، اما شیطان نشین. رولی شیطان رو نباید بازی کنین که وقتی نفر را میدونین که ظالم های، تجاوزکار های، بدبخت های، با درویه دزبانه شده رفته با اون خنده کرده یا که در مصیبت جو در خرسندیش اشتراک کنین. نکنین، نه در خرسندیشون نه در زیخیشون، در ماتمشون نرین. بدونن که انمی ظلمی همینو، انمی کاری بد، رفتاری بدی همینو سبب شد که مردم از اینا رو گردون. نکنین. حتی من به این نظرم که از وظیفه رانده هم شون این ظالمو، این اوباشا، این وحشی ها از وظیفه رانده شون یا که به نفقه رفته شون، شما بازم علیه اینا تحریم جاری کنین. باید اینا را رد معرکه کنین. این بدترین جزا است. این را شما میتونین، نمیکنین. این خودش یک احمقی است، خودش یک ظلم بختون روا دادن است. یعنی خودتون راضی این که هر کاریتون میکنن خوبتون میکنن. وقتی میخواین که ظلم نباشه، وقتی میخواین تجاوز نباشه، وقتی میخواین هم خیلی بدرفتاری، بدگفتاری، تحقیر بر شما نباشه، باید شما راهشو بکنین که باید راهی پیشگیری همینو را شما پیدا کنین یا که چاره ببینین. این هم پیشگیریش یکشین همیه. یکی از این همینو، این همی بایکوت، ردی معرکه کردن، این همیو یکی از پیشگیری ها. شاید یک نفر میگه که خیلی من با من نمیشه، میشوه. اما تو نفر برای یک نفر هم میشوه. اما تو یک نفری هم کاری خطا بکن، قطره قطره جمع شود دریا شود، میگن هم رو نمیفهمی. خب در آخر بازم من طلب آزادی همین جوان ها رو دارم که اینا باید آزاد شوند. حالا که گفتیم که
دادگاه یا که همون پرکرار بدبخت فرقت احمق زاده گفت پرونده جنایتی بسته شد، نفرات به جوابگری کشیده شدن. باید اینا رو آزاد شد. پرونده چه برای بگی بدرون پرتاش بره علاوش بزن، پرونده هم نیست. و او 3 ملیسه را برای این بشنونید. کم از کم 15 سال باید بشینه هر یکمش، کم از کم. در آخر شیطانی معظم ملت میخواد برای ما و شما یک شعر قرائت کنه که به همین موضوع ما و شما ربط داره. بفرما شیطانی معظم ملت. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گهورند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.